نجاست شتور یا اینکه گوییم یعنی سرگین شتور، سرگین گاو، سرگین گوسفند، اسب، اینها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نجاستون مخففتون میگن، نجاستی سبوک میگن، نجاستی وزنی نمیگن. در نزد جمهور علما اینا نجاست نیست، پاک حساب میشد. الله تعالی وطهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ای پیغمبر خانه مرا پاک نگه دار برای نمازخوانها، سجده کننده های، رکوع کننده های، یعنی نمازخوانها، اعتکاف شیننده ها، برای آنهایی که طواف میکنند خانه مرا پاک نگه دار. مسجد باید پاک باشد. با وجود اینکه الله تعالی با پاک نگاه داشتن مسجد امر کرد، پیامبر علیه السلام با شتورشان در آمده طواف کردند، پیاده طواف نکردند، با شتور طواف کردند. و شتور کی خواست از او آمدن پیشاب یا اینکه سرگین ممکن است، یعنی او حیوان است، او نمیفهمد که اینجا مسجد است یا غیر مسجد است، یعنی احتمال است که او پیشاب کند مثلا یا سرگین کند. با وجود اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم همین احتمال میدانند، با وجود اینکه الله تعالی مسجد را پاک نگه دار گفت، با شتور در آمده طواف کردند برای آنکه نجاست شتور، خیلی که مذهب حنفی نجاست مخففه میگه، در نزد جمهور پاک است، نجاست حساب نمیشد. بنابراین از خوردن، از نوشیدن و استفاده بردن پیشابش و شتور شیرش امر کردن و به شفا بودن آن هم گفتن شتور را. بنابراین آن حیوان هایی که گوشتش خورده میشد در نزد جمهور علما پیشاب و سرگینش نجاست نیست. مادامی که نجاست نیست، به لباس، به جای نماز رسد، نماز خواندن ممکن است. شتور و گوسفند گوشت هر دوش هم حلال است، پاک است. لیکن برای چی در گوسفند خانه که اونجا همان سرگین و همان پیشاب گوسفندا هست نماز خواندن ممکن است و در شتور نیست، ممکن نیست، حالا که از آن شتور هم پاک است.